خب چطورین بچه‌ها؟ خوش اومدین به کانال خودتون. آقا من یه تصمیم گرفتم از این بعد وقتی مارکت خلوت میشه یه سر میزنیم به ترک‌های قدیمی‌تر و حالا اگه اون موزیک رو گوش داده باشم میگم که این ترک رو گوش دادم و قراره یه تحلیل و بررسی داشته باشیم، قراره ببینیم چه اتفاقی افتاده تو موزیک. ولی اگه ترک رو گوش نداده باشم میگم که خب گوش ندادم و این ویدیو ریاکشنه، مثل ویدیوی امشب که قرار ریاکشن بریم به ترک میری تو لک از حسین و پیشرو که لینکش تو دیسکریپشن هست، از اونجا میتونید کارو گوش بدید و لایک و کامنت و سابسکرایبیاتون نردمتون گرم. برو بریم. بعضی وقتا میری تو لک میذاری تو زب یه سیری تو پک اینترو نداره، همون ثانیه اول شروع میکنه. تو زب یه سیری تو پک بعدش هم میری تو جمع. بهت میگن اینجا لاس وگاس نیست، نمیتونی مثل پاک شاخ بشی. بهت میگن اینجا لاس وگاس نیست. حاجی من دقت کردم رپرهای نسل یک، حالا رپرهای قدیمی تر، اینجوری بودن که بیشتر سمت رپ آمریکا بودن. خب یعنی مثلا اگه میخواستن از یه فلو استفاده کنن، از فلوهای آمریکایی ها استفاده میکردن، یا مثلا از لفظ لاس وگاس و آمریکا و الی و اینا. و مثلا این نسل چاریا بیشتر سمت یوکی هن، چون حالا دریل میکنن بیشتر سمت یوکی و لندن و اینان. که هیپاپولوژیست هم یه چیزی میگه تو ترک، یه ترک با آتور داشت نبض، میگه که مازندران دریل میاد لندنی. خب بیشتر سمت یوکی هن نسل چاریا، ولی نسل یکی ها خیلی آمریکایی تر هم. میدونی ببین چی میگه اینجا لاس وگاس نیست. خب تو زب یه سیری تو پک بعدش هم میری تو جمع. بهت میگن اینجا لاس وگاس نیست، نمیتونی مثل پاک شاخ بشاخشی. اما لباسم لشو بلند حتی وقتی که دارم میخونم رپ و رومنس. گاهی وقتا کسی پا به پام نی، هیپ هاپ ازم میگیره کام به کام بیت. الان زدی سفت کامل در حال ارتکاب جرم دستگیر شدی با این سن و سالت. فکر میکنی چی میکنه شعر و کامل همین اتفاقاته که زداله نصاب دوره همین سرده گریم. فکر میکنی گرگیم و تو بکریم تو واسه من یه موشی که خورده سالت گریم. فکر میکنی در چقدر فلو خفنه ماجی، چقدر وحشیه رضا پیشرو. تو واسه من یه موشی که خورده پنی رست بست. اینو باید دوباره گوش بدم ماجی، خیلی خفن بود. ارتکاب جرم دستگیر شدی با این سن و سالت. فکر میکنی چی بعد دلیوری و با این سن و سالت فکر میکنی چی خیلی خفنه. میکنه شعر و کامل همین اتفاقاته که زداله نصاب دوره همین سرده گریم. فکر میکنی گرگیم و تو بکریم تو واسه من یه موشی که خورده پنی رست بست. خبر رو کنده زدی مسخرم کردن از عقب درم گذاشتن رفتن. وای حاجی دلم واسه این رضا پیشرو تنگ شده حاجی. میدونی اصلا الان رضا پیشرو اینجوری نیست، کلا سبکش عوض شده، ولی خیلی خفن بود. الان هم خفنه تو سبک خودش، خیلی خفنه الان، ولی خب اون موقع خیلی وحشی تر بود. میدونی خیلی کشنده تر بود، اصلا امون نمیده به بیت. از عقب درم گذاشتن رفتن هر طرف. شرف دوره به تک تکتون از من قرم کلی فاصله داریم. عصبیه با نام نگاری کن مثل کار ادارید. دنبالم باش شناسالم داشت بهت هشدارم دادم وقتی با هم دیگه رابطه داریم. عاشق کاریم که وای میسیم تو جاده تاریک. نمیتونی با یه واژه باشی واسه دل داریم. مکانیک که مخ سوخته یه متالیکتم. کاری میکنم با رب تو خودت بشاشی پسر. روی کلماتم بتادیم بزن. کاری میکنم با رب تو خودت بشاشی پسر. واقعا اینجوریه، واقعا رضا پیشرو کاری میکنه آدم تو خودش بشاشه. دیدیم دیگه با سامان ویلسون چیکار کرد، با بچهای زد بازی چیکار کرد. الان که خوبم با بچهای زد بازی و اینا، رضا پیشرو زد بازی رابطه‌اش خوبه، ولی دیدیم چیکار کرد دیگه با سامان ویلسون. دیس داد، سامان ویلسون رفت 10 سال بعد اومد. میدونی این که میگه کاری میکنم با رب تو خودت بشاشی پسر، واقعا همینه. خب رب تو خودت بشاشی پسر. روی کلماتم بتادیم بزن. هر جمله من معروفه به کالیبر 8. باید بگازیم یه دم. شاید سقافی رپ کردم نمیذارم افکارم زندانی و شاید سقافی رپ کردم خیلی باحاله. سقافی رپ کردم نمیذارم افکارم زندانی و تکراری بشن. میخوای منو ببینی واسه یه سال دیگه چشم. چون من پیسی ام و میگذرونم یه جا دیگه وقت. جوری از سر تو میام تو که بپاشیم به هم که وقت رفتنم داشته باشین تا 3 ماه دیگه تم. بعضی وقتا میری تو لک میذاری تو زب یه سیری تو پک بعدش هم میری تو جمع. بهت میگن اینجا لاس وگاس. ببین بیت چی میگه بام بام بام، بعد هر 10-20 ثانیه بار یه همچین صدایی میده. بارابا پام پام بارابا پام پام. گوش بده اینجا رو، خیلی این صداش بامزه است. میام تو که بپاشیم به هم که وقت رفتنم داشته باشین تا 3 ماه دیگه تم. بعضی وقتا میری تو لک میذاری تو زب یه سیری تو پک بعدش هم میری تو جمع. بهت میگن اینجا لاس وگاس نیست، نمیتونی مثل پاک شاخ بشی.
اون صدا رو گفتم دیگه نیومد. وایسید ببینیم کجا میاد این صدا. زندانی و تکراری بشم میخوای منو ببینی واسه یه سال دیگه چشم چون من پیسی همو میگذرونم یه جا دیگه وقت جوری از سر تو اینجا بارا پام پام خیلی با مزه است صداش. واسه یه سال دیگه چشم چون من پیسی همو میگذرونم یه جا دیگه وقت جوری از سر تو میام تو که بپاشیم به هم که وقت رفتنم داشته باشین تا 3 ماه دیگه کم. بعضی وقتا میری تو لش میذاری تو زب یه سیری تو پک بعدش هم میری تو جمع بهت میگن اینجا لاس وگاس نیست نمیتونی مثل پاک شاخ به شاخشی اما لباسم لشو بلند حتی وقتی که دارم میخونم رپ و رومنس گاهی وقتا کسی پاپ به پام نی هیپ هاپ ازم میگیره کام به کام بیت حسین بعضی وقتا میری تو فکر بیداری یه تک روزایی یه شکل همه چی دایره. صدای حسین خیلی باحاله. بیداری یه تک خیلی باحال میکشه. ببین فدایی به حسین میگفت که این ویت و اینا چه طرز حرف زدنه ولی واقعا خیلی لحن حسین باحاله. میگه کام به کام بیت بعضی وقتا میری تو فکر این خیلی خفنه. داری یه تک روزایی یه شکل همه چی دایره شکل مخ فقط پی رشد مادی اون چیزی که تو میخوای رو این راندمانی. بعضی وقتا میری تو شک تا میری تو جنب با هر کوی دست میری تو جنگ رابطه ها دیگه سایز پات نی دقت میکنه چند تا قافیه داره میزنه راندمانی. بعضی وقتا میری تو شک تا میری تو جنب با هر کوی دست میری تو جنگ رابطه ها دیگه سایز پات نی تو 2 تا مصرع 4-5 تا قافیه میزنه. بگی تا اون سایز عادشان جام خوبه هرچی اتفاق همیشه هم یه جورای سر رام بوده جاش تو ریام دوده آفرود خر خاکی ترین رو همه زیر پام بوده پاس تکیرا رو میری تکیرا رو جلو نرسیدی تکیرا رو میری تکیرا رو جلو میکیرا رو جلو نرسیدی بهشون بلیلاشو دادی جلو هدفاتو میگم بگو پاچی دادی گرو آجی و نرینه کسی نرو حالی دادی جلو تا بوده صد را بود. میگه الان که دارم فکر میکنم از اون نمیدونم چند سال پیش اومده این ترک فکر کنم یه 8-9 سالی باید باشه. الان که دارم فکر میکنم چقدر نوع نوشتن حسین عوض شده میدونی مثلا نسبت به این ترک آخری که ازش اومد مقایسهش کنیم مثلا با اون موقع حسین خیلی عوض شده کلا تو یه سبک دیگه داره مینویسه. بوده سخت با بوی سمیده های بکنو توی سه شبا روی مود فکر با نور کم پلن های کل جلو افگو بوده تش ولی اون محکمه مثل خود سنگ دنبال شهادت توی جنگ سر بالا سینه دنبال شهادت توی جنگ چقدر بال داره میکشه خود سنگ دنبال شهادت توی جنگ سر بالا سینه ور اومده روی تن دنیا رو نمیخواد چو فرایند پول نه شبا میبینینش اونو شبا میبینینش دوتا چشا باز فقط نما فیلیپینه اونا که اگه بری بگی تن بک وکال پیشروه چی داره میگه اونا که اگه بری بگی اینه واسم همین جوری رو میره تا نمیبینه اینطوری بار اومده زده به سر شوال بده اون تو بک وکال چه اتفاقی داره میفته فکر کنم پیشروه داره این یه چیزی میگه میره دویده را اومده بلده که رو تا کجا اومده افتاد شانترا تو کسی کدامونی سراد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 
خودش هم دو تا ترک داره به اسم دیوونه، ولی واقعا دیوونه بوده. ببین چیکار داره میکنه، چه زبونیه. بعضی وقتا میری تو لش میذاری گفت روبرتو کارلوس، فقط روبرتو کارلوسش رو فهمیدم. تو زب سیری تو پرک بعدشم میری تو جمع. بهت میگن اینجا لاس وگاس نیست، نمیتونی مثل پاک شاخ به شاخ شی. اما لباسم لشو بلند، حتی وقتی که دارم میخونم رپ و رومنس. گاهی وقتا کسی پا به پام نی، هیپ هاپ ازم میگیره کام به کام بیت. چی گفتی؟ چی داره برای گفتن؟ چی گفتی؟ چیزی برای گفتن نداره. با کی درگیرن؟ میگه چی گفتی؟ میگه چیزی نداره برای گفتن. چی میخواد بگه؟ به کی دارن میگن اینا؟ لاش گوشت. جدی شوخی های ما رو جدی میگیری آره؟ یا جدی های ما رو شوخی میگیری؟ جفتش جدی مشکل داری آره؟ داش رضا دیگه باید کم کم شروع کنیم که این اهل اولوها برن کنار، میدونین؟ آره خدافظ. ما نباشیم کی باشه؟ خیلی صداش باحاله. این اهل اولوها برن کنار، میدونی؟ این خیلی خوبه. این اهل اولوها برن کنار، میدونی؟ خدافظ. ما نباشیم کی باشه؟ کی باشه؟ واقعا کی باشه؟ مسخره. یه دقیقه واسه گوشیم زنگ. الو جانم. گوشیم زنگ خود. الو جانم.
میگفت که ما نباشیم کی باشه. واقعا حاجی پیشرو حسین نباشن کی باشه. البته امسال بهتر بودن نسبت به 2-3 سال اخیر، خیلی بهتر بودن، هم پیشرو و هم حسین. و حاجی حال و هوای قشنگ رفتم تو 10 سال پیش، میدونی، چون الان خیلی رپ فرق میکنه و دریل و ترپ و اینا اومدم و رپرهای نسل جدید کلا عوض کردن مارکتو، چون هر چیزی که بیشتر طرفدار داره مارکت میره سمت اون. مثلا اگه دریل خیلی طرفدار داشته باشه مارکت میره سمت اون ور، که واقعا دلم تنگ شد واسه بوم بپ و اولد اسکول اون موقع که خیلی باحال بود و خوش میگذره. یه هر از چنگای برگردیم ترک‌های قدیمی‌تر رو گوش بدیم و خیلی باحال بود این ترک. شما هم نظراتتون رو بگید تو کامنت و مرسی که تا اینجا ویدیو با هم بودید. لایک، کامنت، سابسکرایبیاتون نره تا ویدیو بعدی میبینم.